در دور سیوم رقابت ها در برابر یراسیل کاژابویف به صحنه رقابت میبرد. تیمور رحیموف از این حریفش شناختی خوب دارد. یادآور میشیم که در مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیا در مرحله به دست آوردن نشان برنجی تیمور رحیموف در مدت 7 دقیقه 22 ثانیه در گلدن اسکو با یک وزری همین کاژابویف قزاقستانی را مغلوب کرده بود. یعنی راه و روش مغلوب کردن این حریف را میداند تیمور رحیموف. شیدای اول با کاژابویف با سبب کمیکات نادرست و رقابت دیگر تیمور رحیموف با گرند اسلم تل اویو در سال 2021 راست می آید که در دور اول تیمور رحیموف در مدت 1 دقیقه 59 ثانیه همین حریف را شکست داده بود و یک ایستادن یا همان در بخش اوچیماتا یک عملکرد بسیار زیبای از سوی تیمور رحیموف است که به سمت چپ اجرا میکند و همان بخش قاپیدن یا گرفتن کمیکات تیمور رحیموف هم بسیار جذاب و قابل واقعا توجه است. ببینید چگونه به سمت چپ این ورزشگر چپکار ما که اوچیماتا یا پرتاب همان سراپا را به پای چپ اجرا میکند. ببینیم آیا این عملکرد به وقوع میپیوندد یا نه. موقع خوبی قاپیدن برای اوچیماتا و اجرای اصول سراپا برای تیمور رحیموف، ولی صدمه کامی برای کاژابویف و تیمور رحیموف هم شاید یک شیدا به خاطر همان گریز از حمله حریف. اما اینجا بعد از حمله یا همان یک هجوم سریع بود که داور در این مورد هیچ قضاوت نکرد. آنا ماریا فریدریخ از کشور میزبان این رقابت را داوری میکند. تیمور رحیموف موقع قاپیدن بسیار خوب دارد در عین قامت راستا یا توچی وازا یا سراپا. ببینید که سمت قاپیدن تیمور رحیموف بسیار خوب است و شاید کاژابویف برای همین اصول هایی که از اصول های کمری و پرتابی سراپا هستند زیدی حمله خوب تمرین کرده است. از این لحاظ برای تیمور موقعیت نمیگذارد، اما ساتوگاری استفاده کرد. یک اجرای اصول از سوی کاژابویف شد ولی این هم به نتیجه. دستور شروع مراتب دیگری رقابت از سوی آنا ماریا فریدریخ. تیمور رحیموف اکنون سمت قاپیدن معمولی خود را از پشت گریبان یا پس گریبان حریف بسیار محکم می دارد و به همین ترتیب اداره حریف از یک سمت به سمت دیگر چرخش دادن یک اصول هلهلکان که در گشتن ملی ما بسیار مشهور بود. به همین ترتیب حرکت کرد و همین ترتیب بخش کانسیتسو وازا یا دردناک موافق بود برای تیمور رحیموف. مربی تیمور رحیموف هم ببینید چی میگوید. فقط در حالت مقاومت سراپا یا همان تاکتیکا باید این حریف رو کنترل کند، وگرنه یک شیدای دیگر ضرور هست تا تیمور رحیموف در این رقابت پیروز شود. فقط از پای در نیفتد چون که حریفش نسبت به او وزنی تر است. در بخش نیوازه هر اتفاق افتیدنش هم ممکن است و اجرای اصول اوچیگاری از سوی تیمور رحیموف. و تیمور رحیموف اوچیماتا جذاب و زری به همین ترتیب خانسوکو مک 10 ثانیه دیگر میتواند تیمور رحیموف را در این رقابت پیروز گرداند. بله ببینید چگونه تن به شکست میدهد کاژابویف و این هم سیومین پیروزی پیاپی تیمور رحیموف در برابر یراسیل کاژابویف و چی قدرت و
توان انفجاری در بخش سراپا داشت تیمور رحیموف، اما در مرحله بعدی رقابت ها با تیمرلان باشایف در دوری 4-1 نهایی روبرو می شود. واقعا استعداد فوق‌العاده تیمور رحیموف را در دو رقابت امروزه دیدیم. با 4-1 نهایی رفت تیمور رحیموف، مبارک باشد. اوچیماتا سمت چپ در همان لحظه اول بسیار به مورد اجرا شد. ببینید چگونه اصول سر استعمال است، همین درگیر شدن با داخل پای حریف و به همین ترتیب این هم یک درخشندگی از سوی تیمور رحیموف، در حالی که قبل از سفر به این مسابقات ابراز داده بود که بالای زانویش